عملیاتی سخت با دستاوردهای مهم به آزادی صدها کیلومتر از خاک ایران و عراق و البته پیوستن بیش از 700 رزمنده اصفهانی به قافله بزرگ شهدا که تعدادی از اونا در طغیان رودخانه دویرج جاودانه شده. چند روز بعد اصفهان حال و هوای دیگه‌ای داشت. سردخونه کهندژ پر از پیکرهایی بود که تازه از جبهه بازگشته بودند. یکی از عکاسای اون روز میگفت هیچ وقت چنین صحنه‌ای ندیده بودم. مقابل چشمان همه کوهی از تابوت‌ها وجود داشت. در خونه‌های شهر هم که غوغایی بود. در یک خونه 2 هجل روشن بود. یکی برای پسر، یکی برای پدر. و چه خونه ها و چه مغازه ها که در اطراف گلستان شهدا خالی شد تا مشکل کمبود مکان برای تدفین حل بشه و چه آدم های شریفی که انتخاب کردن محل خونه هاشون مأوای شهیدان بشه. شب پیش از تشییع تابوت شهدا رو به مساجد بردن و مردم در کنار جگرگوشه هاشون تا صبح گریه کردن، قرآن خوندن و دل سپردن. مدارس هم که رنگ عذاب خودش گرفته بود. حالا دانش آموزان باید پیکر رفقاشون رو که تا همین چند روز پیش با هم پشت یه میز و نیمکت بودن از حیاط مدرسه تا گلستان شهدا بدرقه می‌کردن. و اما صبح روز 25 آبان میدان امام اصفهان غرق جمعیت بود. 370 شهید گلگون کفن بر دستان مردم. مسیری مملو از عشق از میدان امام خمینی تا گلستان شهدا بی سابقه بود. و پدری که با دستان خودش مزار فرزندش رو میکرد. اینجاست که رهبر انقلاب فرمودن اگر در هر جای دنیا در یک روز 370 شهید رو تشییع کنن اون شهر از پا میفته. اما اصفهان فلج نشد، ایستاد و همون روز عصر دوباره کاروانهای اعزام شکل گرفت. چه جوونا که عازم جبهه ها شدن. گویا خون شهدا جان تازه‌ای در رگ‌های شهر دمیده بود. و این گونه روز 25 آبان روز ایستادگی اصفهان شد. روز خلق میراث حماسه و ایثار پیوسته برای نسل‌های بعد، برای ایران اسلامی.